خدای پدر، سپاسگزاریم که تو خدایی مهربان، رحیم و عادل هستی. خدایی که هرگز نسبت به درد و رنج بندگانش بی تفاوت نیست. در این روزهای پرآشوب و ناامنی که بسیاری از مردم ما در نگرانی، اضطراب و درماندگی به سر میبرند، چشم دل ما به تو دوخته شده. همان گونه که کلام تو در مزمور 10 آیات 14 تا 15 میگه اما تو ای خداوند البته میبینی، تو بر فتنه و غم مینگری تا به دست خیش مکافات رسانی. بیچارگان خیشتن را به تو می سپارند، مددکار یتیمان تویی. بازوی شریران و بدکاران را بشکن، شرارت ایشان را بازخواست نما تا اثری از آن باقی نماند. بله خداوندا، با تمام قلب دعا می کنیم که مردم ما را در پوشش رحمت و حفاظت الهی خودت قرار بدی و در حکمت و عدالت خودت دستای آلوده به ظلم رو از سرزمین ما دور بکنی. همچنین دعای قلبی ما این هست که مردم کشور ما با حقیقت نجات در عیسی مسیح آشنا بشن و حیاتی تازه سرشار از آرامش و امید حقیقی رو در مسیح تجربه کنن. این درخواست ها رو در نام عیسی مسیح به دستان امن و قدرتمند تو ای خدای پدر می سپاریم. آمین.